که راجع به فست فشن صحبت میکنیم چه برندهایی توی ذهن شما میاد؟ زارا، شین، H&M و خیلی برندهای دیگه. چیزی که بین همه این برندها مشترکه اینه که اونها تولید کننده عمده و همزمان فروشنده هستن. این به چه معناست؟ این به این معناست که تمام مراحل از طراحی تا فروش تحت کنترل کامل این برند هاست. خب که چی؟ این مسئله باعث ایجاد یک چرخه کوتاه در تولید شده. از شروع طراحی تا تولید و تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسه بین 2 تا 4 هفته زمان میبره. این برندها مجبورن 12 تا 24 تا کالکشن در سال تولید کنن. این به این معنی هستش که تمام این مراحل تولید باید بسیار سریع و کوتاه بشه. ما حالا نفهمیدیم فست فشن یعنی چی؟ مهمترین ویژگی این برندها ایجاد ترندهای موقت و زودگذراست. هر 2 هفته یک ترند جدید. این به این معناست لباسی که امروز میخری ممکنه 2 هفته دیگه ترند نباشه. وقتی وارد فروشگاه میشی این حس فوریت در شما به وجود میاد که من باید لباس رو امروز بخرم چون 2 هفته دیگه ممکنه توی فروشگاه نباشه. فست فشن یعنی این تولید سریع، تغییر دائمی. در ویدیوی بعدی بیشتر راجع به چگونگی عمل کرد و کسب و کار این برندهای فست فشن صحبت میکنم.